خلاصه گپ آمدیم کابل. آمدم پیش از او که می آمدم برایش گفتم فهم جان موتر نداری؟ گفت نه ندارم. من گفتم خیلی فهم جان چطور تو میری تا تلوره میری در بسا یا در تاکسی؟ خوب نیست خودت یک ذره ماشاءالله شهرت پیدا کردی دیگه. از او خاطر من گفتم اگر چی باشه من برات پیسه روان میکنم، برو یک موتر بگیر، به خاطر دیگه در موترهای شهری نرو. یک تاکسی اگر در تاکسی ها برو یک موترک به خود بگیر که شخصی از خودت باشه، وقت نا وقت میتونی که بری بسیار راحت. ای گفت نه، اول گفت نه والا ندارم پیسه. و چطور؟ گفت نه. گفتم خیر است من برات پیسه روان میکنم. برش 4700 برش روان کردم. 4700 روپه روان کردم. امگیش از طریق استانونیان تنها 1000 مچم چقدرشه 1000 یادم قدر نیست که چقدرشه از طریق 1700 ش نمیفهم چقدرشه، قدر یادم نمونده. مقصد نه 700 دلار شه، 700 دلار امریکایی شه از استانونیان روان کردم. و دیگرها باقی مانده که بود، باقی مانده شه که 4000 میشه، 4000 شه از طریق دکان افغانیستک، از طریق از او در سرای شاهزاده دکان زلمه منزل 3 در اونجا رفت گرفته. پاسپورتشم بر پیش از 9 نفر بود. من که افغانستان آمدم و تا رفتم گفتم که گرفته، گفت گرفته. دیگه رفتم چیزک پیسه رو برش دادم. گفتم فهم جان خیلی پیسه رو بگی، اما به خاطر که تعداد پیسه زیاد است از او خاطر نمیتونم که من یک جا روان کنم، کم کم روان میکنم. مثال 2-3 روز در بر میره. او میگفت خدایا خیلی 3 روز میره، خیلی 3 روز من برم در استانونیان برم دیگه. خیلی من گفتم چطور کنم اینجا؟ خب گناه من نیست، حالا اونا نمیگیرن یک جایی روان نمیکنن، آیسته آیسته روان میکنن کم کم دیگه. باز من گرفتم خیلی گفتم بعدش به نام دخترک روان کردم، به دخترک خوردم به نام از او روان کردم که ای برای سمیر جان برادر خاندهش که است. دوبار به نام سمیر جان روان کردم و دیگه به نام خود فهیم روان کردم. رفتن اونا گرفتن پولا را تسلیم شدن. باز بعد از این بعد جولای 15 آمدم افغانستان. آمدم فهیم جان گفتم فهیم جان این من روز پروازم است. گفت خوب بسیار خوب، خدا کنه بخیر بیایی دیگه. همینجا کامرا را تا روشن کردم برایش. گفت به خاطر امیلگی جا که هست که اونا را قایم کردم، من نمیتونستم. اونا بر من راهنمایی میکرد، بر راهنمایی کرد، اما چرا بسته کردم دیگه. خلاصه کابل آمدم. کابل که آمدم اونا در میدان